روال پس A3 تغییرات آپدیت 2.8 و روال پس A3 رو که برای پابجی وال میخواد بیاد منتشر شد. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا این خبرها رو از دست ندید. شروع ویدیو با اسکین ماشین جدید. اینجا اسکین ماشین رو دارید میبینید که برای جیب میاد. اینم از باگیش که کلا بچه‌ها خیلی شبیه شده به ماشینای مسابقه، خیلی واقعا شبیه شده. قسمت بعدی مجسمه تاپ آرپی هست که توی لابی انتظار میاد و ویژگی‌های جدیدی هم داره. اینجا کسایی که آرپیشون بالاست کارکترشون رو اینجا نشون میده، میاد توی قسمت لابی انتظار و اینجا هم کلا اسمشون میاد داخل این قسمت. پلیرها میتونن که اسمشون رو اینجا ببینن. میرسیم به تغییر بعدی. چت هستش که وقتی فرود میاد روی زمین اینطوری چتتون برای چند ثانیه روی زمین میمونه، دقیقا مثل پابجی نیو استیتس، و بعد از چند ثانیه از بین میره. این خیلی پابجی رو به واقعیت نزدیک میکنه. بچه‌ها نظر شما در مورد این تغییر چیه؟ قسمت بعدی یکی از بهترین تغییرات پابجی موبایل توی سیزن بعدی. بچه‌ها قراره که هیت افکت بیاد برای تمام سلاح‌های بازی. اینجوری بچه‌ها هیت افکتش میاد واسه اسلحه ها، خیلی خوبه. این یکی رنگ‌های مختلفش هم اینجا دارید می‌بینید که واقعا عالیه. جزئیات عالی داره پابجی میاره. دقیقاً هیت افکت اسلحه‌های آپگریدی رو آورده روی اسلحه‌های معمولی. اینی که از تغییرات پابجی موبایل توی بروز ثانیه بعدی. و قسمت بعدی هم بچه‌ها یه سلاح جدید داریم به اسم PKM. شباهت ظاهریش بچه‌ها خیلی به همون سطحی یا M249 خودمونه. اینم از موقعیتش که وقتی تیر میزنه اینجوریه، دمیج هم که انمی وارد میکنه اینه. زمان طول کشیدن خشاب عوض کردنش هم 2.8 ثانیه، کلا 8 ثانیه طول میکشه که عوضش بکنه. نسبت به سطحی خوبه. اینجا هم تست کردنش توی تیر زدن توی اسکوپ‌های مختلف. قسمت بعدی یه تغییر عالی است که میتونید بچه‌ها از کیت‌های جدید خود احیا استفاده بکنید. این یکی از بهترین ویژگی‌هایی هست که میتونید خودتون رو با این کیت‌های مخصوص قرمز رنگ خودتون رو بتونید دوباره ریوایو کنید. تصویرش اینجا میذارم روی صفحه واسطون. زمانی هم که طول میکشه 10 ثانیه است که خودتون رو احیا بکنید. روندش رو تو این تصویر میبینید. بخش بعدی بچه‌ها کشتی توی ارانگل هست. آره بچه‌ها طبق این تصویری که دارید میبینید کشتی میاد اینجا و با یه لوت خیلی خوب میتونید ازش استفاده بکنید. نکته قابل توجهش هم اینه که این کشتی به حرکت در میاد و بقیه کشتی هم که اینجا بغلش دارید میبینید که دارن به حرکت در میاد. کلا این یکی توی پابجی موبایل چینی هم اومده بود که الان توی پابجی موبایل گلوبال میخواد بیاد. و میرسیم به مود جدید زامبی که توی ویدیو قبلی هم بهتون گفتم که میاد. بله بچه‌ها اینم از مود زامبی که خیلی خوبه. قبل از اینکه بریم سراغ جایزه روال پس A3 حتما این ویدیو رو همین الان لایکش بکنید. بچه‌ها طبق تصاویر جدید لو رفته از روال پس A3 ما یه اسلحه اسکارل داریم توی روال پس. طبق این تصویرم یه اسکین دیگه برای اسلحه تامسون و برای وسیله‌های نقلیه هم مثل موتور سه‌چرخ یه اسکین میاد. هم از بک‌بکش که دارید اینجا میبینید و اسکین برای هلمت. و در آخرم بچه‌ها دست‌های جواز روال پس هستش که اینجا دارید میبینید. این دو دست جدید هستن که میاد توی روال پس